سلام دوستان عزیز. خب حالا میخوام شاید داستان معادن و معدن ها که خودم هم تا چند سال پیش نمیدونستم واسه شما خیلی جالب باشه. چه اتفاقی پیش میاد که مثلا این کو معدن نمیشه، این کو معدن میشه، یا اون کو معدن نمیشه، این کو معدن میشه. برای اینکه بدونن کدوم کو ارزش معدن داره، حالا میخواد مس باشه، آهن باشه، حالا میدونی هر چی، طلا، الماس، حالا میتونه هر چی باشه، بسته به نوع، منطقه و شرایط رو فرق میکنه. حالا میان یه نقطه هایی رو انتخاب میکنن تو این کو و یه سری دستگاه حفاری میاد تا عمق حالا 1000 2000 3000 هر عمقی که نیاز باشه این دستگاه واسه پیمانکاری حفاری میشه و اینکه اون نمونه ها میره شرکت. حالا بهتون نشون میدم با چه دستگاهی حفاری میشه و چه جوری نمونه برداری میشه و بدونن که این نمونه مال چه عمقیه، چه منطقه‌ایه، کجاست و چه جوری هست. دستگاه مثل شبانه روزی کار میکنه. حالا فیلم های شب و روز هم اگه دوست داشتین براتون میذارم. بریم سراغ دیدن دستگاه حفاری. یه خورده باد میزنه، سعی کردم جلوی بادو بگیرم ولی دیگه نمیدونم تا کجا موفق میشم. برو بریم. خب اما ماشین پیاده شم، باد میکنه ما رو. این یه دستگاه حفاریه، ساخت کشور خودمون هست. موتورش هم میرم جلو بهتون نشون میدم. موتور ولوو بسیار غول که خودش به صورت زنجیر تانکی میاد بالا و مثلا کوه روبرو حفاری بعدیمون هست. حالا از ابتدا میگیرن که متوجه بشین چجوری میریم بالای کوه. ببخشید اون کوه جاده سازی میشه، ما میریم بالا، نقطه ها رو بهتون نشون میدم. میریم سراغ دستگاه حفاری و نمونه برداری. این لوله هایی که میبینید تا آنجا مثلا 1000 متر ما باید تحویل بدیم. حالا اینکه چه سنگی ماره، چه عمقیه و چه جوری میتراشه. نوک لوله اصلی الماس داره. حالا بسته به نوع سنگایی که اینجا هست الماسای مختلف داره که اونم دوست داشتین بهتون نشون میدم. بریم سراغ نمونه و حفاری. نمونه ها میاد داخل این جعبه. حالا ما در یه جعبه رو باز میکنیم. اینجا نوشته میشه که کدوم شرکت مال چه عمقی هست. این هم نمونه های سنگ های حفاری هست. دید تمام این جعبه ها پره. حالا ما در این جعبه رو میبندیم، بریم سراغ دستگاه حفاریمون. اینجا دقیقا نقطه ای است که حفاری میشه. موقع کار کردن دستگاه هم براتون فیلم میگیرم اگه دوست داشتین. بریم موتور ولوو هم بهتون نشون بدم. این چرخهای تانکی زنجیری داره. این هم یه موتور ولوو خوبه. این هم منطقه که همه شاید 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا حفار دارن کار میکنن. بریم جلو بهتون نشون بدم. این کوه منطقه حفاری بعدیمون هست.